برنامه‌های ارائه شده و تبلیغاتی که از تلویزیون عصر امروز پخش می‌شود به عهده برنامه‌سازان و صاحبان آگهی است و این تلویزیون هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. با درود خدمت همیهنان عزیز، فرخ پیرنیا هستم. پس از سفری که به آلمان، هلند و انگلستان در 2 هفته گذشته داشتم خدمتتون میرسم. هفته پیش برنامه که پخش شد شماره 177 قسمت‌هایی از 2 برنامه گذشته بود که برای یادآوری در مسائل مربوط به شورای ملی ایران بنده تنظیم کردم خدمتتون فرستادم و این هفته فیلم‌های یا ویدیوهای زیادی رو داریم در مورد مسائلی که در داخل کشور داره اتفاق میفته. اعزام سپاه پاسداران به سوریه، مشکلاتی که مردم ایران در فقر و بیکاری در ایران دارن دست پنجه نرم میکنن و نسل جوانی که در مدارس نوحه‌خوانی ها رو تمسخر و مسخره گرفتند و نبوغ و آنچه که جوانان ما در داخل کشور به اون رسیدن، اما متاسفانه این دولت خونخوار آدمکش جبار و عرب و تازی ولکن نیستش و برنامه‌های خودشو همطور داره ادامه میده. میرسیم به جایی که جوانان و کودکان 5 ساله و 4 ساله ما رو هم دخترها رو دارن میبرن قم برای یک اعتکاف یا هم چیزی، مثلا نمیدونم این کلمات از کجا آمده و تا حالا چرا وجود نداشته و ببینید به چه هیبتی این بچه‌ها رو در آوردن و همینطور هم کارشون ادامه میدن. حرکت‌هایی بالاخره باید ما شروع بکنیم. خبررسانی و خبر گفتن و اطلاع رسانی اندازه داره. شما در داخل هستین، این بدبختی ها رو دارید لمس میکنید، دارید میبینید، دارید براتون به وجود داره میاد و تا بلند نشین، تا حرکت نکنید، تا یک پارچه نشین، این آخوندها و آخوندک ها و تمام جیره‌خواران این رژیم این کارها رو ادامه خواهند داد. مطمئن باشید تا زمانی که حرکتی آغاز نشه، حتما اینجا لازمه از دوست عزیزمون که برنامه قبلی رو داشتن آقای رامین تشکر بکنم. من چند تا از ویدیوهایی که تو برنامه‌ام در این هفته و هفته دیگه می‌خواستم بگذارم ایشون پخش کردن. اون حمله‌ای که به اعضای ارکستری که نام ایران و نام جاوید ایران رو گذاشتن و این حزب اللهی‌ها به هم زدنش رو، اینا همه نشون دهنده اینه که ما باید به طرف ارق ملیمون، هویت ملیمون و آنچه را که در ایران داشتیم باید به اون برسیم. یک دولت ملی، یک دولتی که عشق به میهن پرستی داشته باشه و ایران رو اول بدونه، نه مذهب رو، نه حتی هیچ گونه مرام و مسلکی به هیچ عنوان نباید برتر از این باشه. از عاشق بودن در مورد ایران، میهن سالاری و عشق به کشور رو باید ما در بچه‌هامون از کودکی باید این رو آغاز بکنیم. این همه ما زندانی سیاسی داریم الان مرتب این ور اون ور میگن اینو آزاد کنید، اونو آزاد کنید. آقا اصلا باید جمهوری اسلامی بره، اینا این کارا رو نمیکنن. خوبه، تلاش باید کرد، نباید که ول کرد. دوستانی هستن که در سوئد و در کشورهای اروپایی هر 3 شنبه اعتراض دارن میکنن جلوی سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران. بسیار بسیار اینا باید جمعیت بیشتر بشه، باید این ارتباطات بیشتر بشه، نباید خفه بشیم، نباید ساکت بشیم، نباید متوقف بشیم. امروز اگر رسیدیم
یک فیلمی از اسقف اعظم در براتون سیاه‌پوست هست که برنده جایزه صلح نوبل هم شده. پیام داره مردم ایران میفرسته که تاریکی و آنچه که الان بر سر ملت ایران آمده، شما باید مقاوم باشین و میدونید که بالاترین نقطه تاریکی اون نقطه است که میخواد صبح بشه و این صبح به ایران خواهد رسید و ایشون برنده جایزه صلح نوبل هستش که برای ما این پیام رو فرستاده، به جای اون خانمی که صلح نوبل رو در ایران برد، جایزه صلح نوبل رو، اما با یه صورتی با رژیم 2 مرتبه کنار آمدن. اون چرا که ما باید انجام بدیم، در وجودمون باید به وجود بیاریم، باید بخوایم که بتونیم که کشور رو از این بدبختی و بیچارگی و فلاکت و گرانی نجات بدیم و نسلی رو که میخواد یک کشور خوب داشته باشه این نسل رو تقویتش بکنیم. اینقدر دنبال موسوی و کروبی نباشین، اینا خودشون از دسته قاتلان هستن، آدمکشان هستن و در این برنامه خبری که من براتون میگذارم عکسایی هستش، یکیش هم به آقای موسویه. آقا ایشون اون روز در سال 60 و 61 و 2 گفتن ما باید اینها رو سرکوب بکنیم، این جوانان رو. خب نتیجهش هم اینه که خودش هم الان سرکوب، کاری هم باش ندارن، داره زندگیشو میکنه. قربان اینقدر نگران آقای موسوی نباشین. موسوی نخست وزیر خمینی بود، نخست وزیر خامنه ای بود، فامیل خامنه ای هستن و در آدمکشی هم ایشون هم دست داشتن، رئیس دولت بودن و هیچ عذرخواهی هم تا کنون نکردن. اینقدر هی دنبال آقای موسوی یا میر حسین ما داره از بین میره، میر حسین داره، خب بره. مگه جوانان ما که تکه پاره شدن و در این مخفیانه اینها رو خاک کردن به خانوادهشون نگفتن، مگه خونه ایشون از اینا رنگین تره؟ به فکر آزادی ایران باشین، به فکر ایران باشین، به فکر ایران باشین و به ایران بیاندیشین همونطور که پادشاه ما گفتند. و اگر روزی 1 ساعت، نیم ساعت وقتتون رو بذارید برای فکر در مورد کشور و چگونه بشه این رژیم رو بلند کرد، با اعتصاب‌ها، با حرکت‌های ملی، با آنچه را که اونها میگن بکنید و آنچه را که اونها میگن بکنید رو نکنید. تو این عکس‌ها هستید دختر خانمی است که مطلبی رو اعلام کرده که حرکت از این بیش شتابان کنیم تا تو بدانی که ما چه ما میکنیم، هر چه تو گفتی نکنید آن کنیم. این خودش مقاومت‌های جلوی خودش میشه یک مبارزات مدنی، خودش میشه مقاومت‌هایی که مردم دارن انجام میدن. آنچه را که میگن نکنید باید انجام داد، آنچه را که باید بکنید بگن انجام ندین و به راحتی میشه این رژیم رو از پا در آورد. منتها اتحاد فقط میخواد، اتحاد و همبستگی. اولین فیلمی که من براتون دارم دخالت مستقیم سپاه پاسداران هست در سوریه. ببینید این اراذل و اوباش رفتن اونجا، جوانان و میهن پرستان سوریه دارن میکشن، چجوری دارن زندگی میکنن و با چه افتخاری دارن میگن که ما داریم میریم برای دفاع مقدس. چه دفاع مقدسی؟ ملت سوریه رو دارین تکیه و پاره میکنین. این فیلم طولانیه اما از فرمان خواهش میکنم حدود 3 دقیقه خوردهشو پخش کنه. بعد میرسیم به مسائل مربوط به شورای ملی ایران و تعداد کسانی که کناره‌گیری کردن از شورای عالی به 22 نفر رسید و آخرین نفرشون جناب آقای نادری فر بودن که 15 ماه می، یعنی دیروز، یعنی حتی ایشون نخواست صبر بکنه تا آخر، تا این دوره اون مجمعی که میخوام بگذارن. نشون میده که چه شکافی هست و چه ناروایی هایی هست و چه مشکلاتی هست در این شورا که دست همه رو بسته. آقای نادری فر از کسانی بودن که بله این نامشون هست، بعداً براتون من میخونم. از کسانی بودن که مثل خود من برای شورای ملی چه کردن، چه تبلیغاتی کردن، چه حرکت‌هایی کردن و واقعاً باعث تأسف. ایشون ماه‌ها در جلسات ما نمی آمدن در شورای عالی و اعتراض داشتن اما مکتوب نکرده بودن. الان دیگه چون ازشون سوال میکنن، اولا خدمتتونم بگم که ایشون نماینده اول هستن، یعنی اولین کسی که بیش از هر کسی ایشون رأی آوردن، چرا که در کمیته موقت هم بودن و خب آقایون نمیدونستن که دیگه با یار
همخواد خودشون و یا اون کسی که در کنارشون هست و ماها حالا بد بودیم ولی ایشون که دیگه بد نبود که متن استعفای ایشون و کنارگیریشون که بخونم اشک تو چشمان جمع میشه که ببینید چه کردند این چند نفر در شورای عالی و تأسف بسیار فراوان میخورم که حرکتی که میرفت ملی بشه و نجاتی برای کشور باشه به دست چند نفر این پیچیده شد کنار، تومارش گذاشتن کنار و خیلی خیلی متاسف هستیم. در مورد این هم بنده خیلی بررسی‌هایی دارم. بررسی از جناب سلامی رسیده در مورد مسئله مربوط به تشکیل مجمع عمومی که در کانادا انجام شد. این شورا اگر در پاریس ثبت رسیده چرا تا پاریس این کار رو نکردین؟ برای اینکه اون ثبت قانونی نبوده و اون اساسنامه تغییر پیدا کرده و وقتی تغییر پیدا کرده و برند نام شورای ملی قبلا در اروپا به ثبت رسیده بوده، شما اجازه فعالیت در اونجا نداشتین، آوردین در کانادا، کشوری که حالا اسمن میگین مجمع عمومی و دولت کانادا که نمیدونه که به ثبت هم اونجا در کانادا نکردید شما. حالا اونجا چند نفر میخوان برن، چیکار میخواید بکنی؟ و متاسفیم، واقعا تاسف آوره که کسانی که ملی بودند، کسانی که با عشق به ایران وارد این شورا شدن، با انتخاباتشون همراه شدن، شما همه اونها رو کنار زدین و بدنام خواستید بکنید با آدمای گمنام و با نامهای جعلی. در کدوم دولت نام جعلی میتونه فعالیت بکنه؟ و من نمیدونم واقعا میخوان در آینده میخوان چه بکنن. اطلاعاتی که از استرالیا رسیده و کشورهای دیگه نشون داده این که اکثر کسانی که سال قبل در مجمع عمومی و مجمع مؤسس شرکت کردند نمیخوان دیگه شرکت بکنن، چون دیدن که دارن بازیشه میشن و نام ملی رو متاسفانه این آقایون خراب کردن و خانم هایی که بودن. امیدواریم که شاهزاده تصمیمات درستی رو بگیرن و همونطور که الان مدت هاست در این جلسات شرکت نمی کنن بگذارن این شورا مثل بقیه سازمان های دیگه خودش راه خودش انتخاب کنه بره جلو. و پیشنهادم کردن که سخنگو هم کسی دیگه میخواد بشه، خب دیگه اونم از تو ایران هست اون سخنگو، اونطور که من شنیدم. حالا امیدواریم که درست باشه یا درست نباشه، هرچی هست. anyway به این مطلب هم خواهیم رسید که خیلی بحث داره، قسمت از برنامه رو این به خودش اختصاص خواهد داد. میرسیم به اولین ویدیویی که براتون در نظر گرفتیم، روایت فرماندهی ایرانی ها در سوریه. با هم تماشا میکنیم این رو. زندگی ظاهراً معمولی چند ایرانی در خانه‌ای در سوریه. ولی اینها شهروندانی عادی نیستند، بلکه اسلحه، لباس و تجهیزات نظامی در اختیار دارند. توصیه‌هایی درباره حفاظت از اطلاعات روی دیوار خانه دیده می شود. این تصاویر را گروهی از مخالفان بشار اسد در اختیار برنامه ساعت خبر تلویزیون ملی هلند گذاشتند تا ثابت کنند نیروهای ایران مستقیما درگیر جنگ با مخالفان هستند. یکی از افرادی که در این تصاویر دیده می شود اسماعیل حیدری است. او میگوید از بیش از 1 سال پیش در سوریه می جنگیده و ایران گفته او اخیراً در نزدیکی دمشق کشته شده. ولی آقای حیدری در این گفتگو میگوید از چند ماه پیش در حلب بوده. من حدود تقریباً 6 بار اومدم، حدود 8 ماه. آره 8 ماه تقریباً 1 سال خوردی که البته 2 سال خوردی جنگ شروع شده، حدود 1 سال خوردی که من الان پام به سوریه باز شده، حدود 8 ماه من توی مناطق مختلف، چه در دمشق توی منطقه داریا و دوما و عظمیه و چه تو منطقه حلبی که الان تقریبا من تو خود حلب حدود 5 ماه تو حلب الان دارم با اونایی که می‌جنگیم. اسماعیل حیدری چندی پیش به دست مخالفان دولت سوریه کشته شد. ایران در ابتدا او را مستندساز معرفی کرده بود، ولی 3 هفته پیش در مراسم تشییع جنازه او در زادگاهش آمل مشخص بود که نظامی و عضو سپاه پاسداران بوده است. اونجا ما نیرو به عنوان یک نیروی مثلا هجومی آنچنانی نداریم، بیشتر بچه‌ها به عنوان کسانی که بتونن هدایت بکنن. آقای حیدری میگوید با نیروهای دفاع وطنی سوریه همکاری میکند.
چون منطقه الان شما بری بالا مشرفی به کل جنوب حلب و نجف، اینا هم بخاطر سپاهی حرفه‌ای که با سپاس آقای فرمان، اگه یادتون باشه در سال گذشته هم یک اتوبوسی رو که حامل آقایون میگفتن که اینا بازرگانان هستن ولی تمامشون اعضای ارشد سپاه پاسداران بودن که توسط یک نفر که لو داده شد راننده اون اتوبوس همه رو دستگیر کردن و چه کردن اینها جمهوری اسلامی که اینها رو آزاد بکنه و به هر صورت تعدادی از اسرای اون سازمان نوینی که در سوریه تشکیل شده برای آزادی اسرای اونها رو آزاد کرد تا در برابر اینا همشون همینند و پول مملکت ما، بودجه کشور ما داره خرج عرب‌ها و پایداری قاتلانی میشه که جوانان کشور ما، کشور سوریه رو میکشن، اینجام که دارن میکشن یا در سوریه یا در لبنان. برای این رو فقط به عنوان من گذاشتم که ببینید و این اسنادی است که به سازمان ملل متحد رفته بدونن که ایران مستقیما داره در سوریه دخالت میکنه و آدم کشی هم اونجا میکنه. به هر صورت سپاسگزارم از آقای فرمان. بنده برای اینکه به برنامه برسم من فکر میکنم آلبوم اخبار رو اول نشون بدیم و بعد میرسیم به بقیه قسمت های دیگه. شماره 2 هست که به ترتیب اگر ممکنه عکساشو بگذارن، چند تاش یه مقدار توضیح داره. بعد یکی از اونایی که توضیح داره این هست جناب جان برد وزیر خارجه کانادا گفتند که رژیم ایران همچنان بزرگترین تهدید برای صلح جهانی است، چرا که از طریق ترور و در داخل و خارج از کشور و حمایت از تروریسم دست به سرکوب زده. اضافه کردن که نقض حقوق بشر در حکومتی که قرار بود میانه‌رو باشد و سال گذشته در تهران بر سر کار آمد بدتر شده و وزیر کشور حکومت ایران را ایشون قاتل نامید. نه آقا، وزیر کشورشون که قاتل هیچی، وزیر دادگستریش هم قاتل هستش. سپاسگزاریم ما از وزیر خارجه دولت کانادا با این اظهار نظر صریح و روشن خودشون. عکس بعدی. بله، تابلویست در شیراز و مکارم شیرازی که آخوند اونجا هست در مورد حجاب صحبت کرده و دختری که علامت پیروزی رو با بدون روسری اونجا گذاشته. اینا مقاومت‌های منفی است که ملت ایران دارن میکنن. اینجا مراسمی است در قم، دختران جوان ما رو ببینید به چه هیبتی در آوردن و این شالهای یا شفیه‌های عربی رو گردنشون انداختن. مملکت داره نابود میشه، مردم مملکت داره از بین میره، جوانان ما رو دارن عربزاده میکنن، دارن تازی میکنن. آخه باید یک فکری بکنید، این که نمیشه. تا کی میخواید این کسان بر شما حکومت بکنند؟ بعد عکس بعدی. ایشون همون آقایی هستند که رئیس پرسپولیس بودن و حالا اسمش الان یادم رفته، نامازیان هم چیزی چی؟ بله، رونانیان. ایشون با 100 میلیارد تومان به عنوان وثیقه خواهم کنی کی این کار کرده؟ سپاه پاسداران. ایشون سردار سپاه پاسدارانه. تمام شد. مملکت غارت کردن، قتل غارت هم که میکنن، بعض دستگیرشون هم که میکنن، به این ترتیب اینها رو آزادشون میکنن. عکس بعدی. اینا دوستان ما هستن که هر هفته سه‌شنبه ها در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران دست به تظاهرات میزنن در اروپا. بسیار این حرکت ها باید بیشتر بشه و مردم باید همراهی بکنن. عکس های بعدیش رو میتونید نشون بدید. بله، و همیشه پابرجا هستن با پرچم شیر خورشید ایران. این هم وضعیت قضا و زندگی مردم داخل کشور ماست که تو زباله ها باید بگردن. همیشه این برنامه ادامه داره. نگید اینا رو هیچ چرا میگذارید، برای اینکه باید یه جا به غیرت ما بر بخوره و یه جا این حرکت رو ما آغاز بکنیم. ما که بیرون هستیم، بس اینم بچه‌ای است که روی سنگ خوابیده و حکومت الله و حکومت امام زمان و پدر و مادر حتما نداره این بدبخت بیچاره و اینطور داره زندگی میکنه. غیرت ما کجا رفته نمیدونم. این عکس قشنگ اگر ممکنه یک کمی جلوتر بیارید. این دو نفری که اونجا میبینید، یکی آقای میرکاظمی هست، یکی بابک زنجانی. توجه کرده باشین آقای میرکاظمی همون کسی است که اسلحه داشته و در اون سال 88 با مردم داشته کشتار میکرده و عکس‌های مختلفی هست ایشون با اسلحه‌های مختلف، هم بابک زنجانی
هم آقای میرکاظمی، اینها قاتلینی هستند که باید در دادگاه ملی ایران در آینده اگر زنده موندند باید محاکمه بشن. عکس‌های مختلف دارن با اسلحه، با یوزی، با غیر چیزهای مختلف. اینا پایه‌گذاران، پایه‌داران رژیم هستند. حالا در عکس‌های خبری دیگه خواهید دید که دیگه افسران و سرهنگا دارن مردم رو دستگیر میکنن، چون کادر پایین‌تر از اون توجه به این کارا نمیکنن و چون میدونن که اگر مردم بیفتن به جان اینها رو نابود خواهند کرد. عکس بعدی آقای موسوی که در سال 88 مصاحبه کردن که باید ما این جوانان رو سرکوب میکردیم. ولی کدوم جوانانی که در زندان بودن. حالا دارین سینه زنی میکنید که آقای موسوی داره زجر میکشه. خب بکشه، خودش کرده این حکومت رو، پایه‌گذار رژیم جمهوری اسلامی بوده. بچهای ما رو وقتی اومدن تو خیابون همه رو فرستاد در داخل خونه ها، نذاشت این کار انجام بشه. به راحتی میتونستن به تمام وزارتخونه ها وارد بشن و دستگاه رو ساقط بکنن و یک اسم تاریخی هم برای خودش میذاشت. اما چون ایشون وابسته است خب مسلمه نمیکنه دیگه. خیلی ممنون. بیمه خودتون رو با بیمه ابوالفضل درست بکنید، حق بیمه هم به داخل صندوق بریزید. تا کی ما باید این جور چیزها رو ببینیم و تا کی مردم ما باید این مسائل رو دنبال بکنن و پولشون رو بدن به صندوق‌های قرض الحسنه و که برای سرکوب ملت ایران فقط مصرف میشه. فقر مالی عامل فقر فرهنگی است. بله، وقتی شما زندگیتو نتونید تأمین بکنی، بنابراین نمیتونی پایبند اصول فرهنگی کشور خودت باشی، در نتیجه فراموش میکنی و این رژیم هم همین رو میخواد شما در فقر کامل بمونید، هم فقر مالی و هم فقر فرهنگی. این عکس بسیار جالبه، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان هستش. خیلی جالبه. حالا بیرون آقای ظریف میتونن در کنار این خانم اشتون قرار بگیرن که روسری نداره، اما داخل سفارت که دیگه نباید این کارو بکنید. که ببینید که این رژیم چقدر کلاش و دروغگو هستش و تمام کارهایی که میکنن ظاهرسازی هستش. خیلی ممنون. این باز اراذل اوباشی که راه افتادن که زنها باید همه جای بدنشون رو بپوشونن. چرا زنها باید بپوشونن و شما نباید چشماتون رو بپوشونید؟ هر چی میخواهید از ملت ایران میخواین، چشماتون رو درویش کنید، کلاتون رو پایین بندازین و به کار مردم کار نداشته باشین. یعنی دسته ها رو راه میندازن که به ترس افتادن. بعد این هم یکی از اطلاعاتی است که دانشگاه تهران گذاشته، حتی فشن رو هم اشتباه براشون نوشتن. حق ندارین موهاتون رو سیخ کنید، تاج کروسی کنید، نمیدونم آسین کوتاه بپوشین، تیشرت اندام فلان. یعنی وقتی که حکومتی در امور سیاسی، یعنی یک مذهب در امور سیاسی دخالت بکنه، داستانش به همینجا ختم میشه. متاسفم ببینید که این دخترای زیر 6 سال 7 سال رو که اینا بهشون میگن دیگه اینا رسیده شدن، خلاصه با زنجیر. حالا چرا با زنجیرشون میکنن، چرا روشون رو پوشوندن، این داستانا رو اصلا من نمیفهمم، نمیدونم اصلا برای چی این کارا رو میکنن. و بچهای ما رو از این سن با لباس سیاه دارن میبرن که مثلا بگن شما رسیده هستین و دیگه تکلیف شدید و هر چی که هست. واقعا جای تأسف داره. خانمی است که در پای چوبیدار قاتل فرزندش رو بخشید و دولت ایران نه خیر، دولت ترکیه ایشون رو به عنوان مادر سال معرفی کرده. چقدر خوب که در کشورمون این مسائل افزایش پیدا بکنه، بخشش، عطوفت و مهربانی جای این انتقام ها رو بگیره. این هم کارنامه چند ساله حکومت آقایون هست. بیش از 6 میلیون معتاد، بیش از 6 میلیون بیکار، بیش از 6 میلیون زن جوان مطلقه و بیش از 16 میلیون پرونده سالانه در دستگاه‌های قضایی که و خدا بقیه‌اش رو خودتون بخونید. 30 برابر شدن تعداد زندانی‌ها. بله، متاسفانه تنها چیزی که پیش آمده در کشور ما زندان‌ها رو دارن زیادتر میکنن. سپاسگزار هستیم. ایشون هم مربی تیمی بوده در بلوچستان و سیستان که الان برای ارتزاقشون باید بنزین بفروشه. عکس بعدی نشون میده که با تیمش داره کار میکنه، در اونجا هستش. بعد یعنی این وضعیت ماست و به جوانان ما تنها نمیرسن، به مربی هامون هم نمیرسن، اصلا به هیچی نمیرسن، فقط برای بقای خودشون. عکس بعدی.
این رو بنده از دور نمیتونم بخونم. بله، تمام هموطنان لر بختیاری میخوان قیمت پول برق و آب و گازشون رو پرداخت نکنن. این رو باید سرمشق بگیرن مردم بقیه کشورمون که پول آب و برق و گاز رو حداقل پرداخت نکنید، بذارید به دولت فشار بیاد تا یک جایی این فشارها به یک حرکت ملی تبدیل بشه. بهترین عکسی که عکس سال شناخته شده، خائن سلام و یک آخوند کنارشه. این بسیار عکس جالبی بود. گفتم این رو هم شما ببینید که جوانان ما به چه فکرهایی هستند و چه عکس‌های جالبی رو تهیه می‌کنند. به هر صورت بله، عکس بعدی. ببینید این مادر رو دو کسانی که دستگیر کردند همه افسر هستند، حتی سرباز هم نیستن. اون پشت که آقای سرهنگه، این جلوش که آقا یا سرگرد یا ستمان یکه یا سرهنگ دوه، بنده نمیدونم این درجات رو، ولی میدونم که به اونجا رسیده که چون میدونن که اگر که اقدام نکنن این کارها زیادتر خواهد شد. سربازه نکرده دیگه، دسترسی پیدا کردن به امرای ارتش یا فرماندهان. به هر صورت ننگ بر این رژیم خونخوار. عکس بسیار جالبی است که اینجا نشون میده که حتی آقای ظریف هم با خوشرویی دارند به استقبال آقای بشار اسد قاتل میرند و اون هم که در همه جاها حضور داره و آقای خامنه‌ای هم همینجور. و اخیراً امروز من خبردار شدم که چون سربازان ایران یا حتی بسیجی ها به سوریه نمیرن، اینا کار جالبی کردن برای خودشون، دارن پناهندهان افغان رو استخدام میکنن برای اعزام به سوریه. واقعا این جای بسیار بسیار تأسفی. کسی که پناهنده شده شما مطابق قانون سازمان ملل و بین المللی باید بهش جا بدین و تأمین کنین، و این بدبختان چون پول ندارن استخدام میشن این مزدور و اینها رو لباس تنشون میکنن میفرستنشون به سوریه. حالا چند ماه دیگه خود افغان‌ها حرکت‌هایی رو آغاز خواهند کرد، ما متوجه خواهیم شد داستان چی بوده. بسیار سپاسگزارم اتاق فرمان. بنده اگر ممکنه آلبوم مربوط به آلمان رو بگذارید که من هفته پیش هم انگلستان بودم، هم آلمان هم هلند، برای بررسی وضعیت‌های خود شورای ملی و دوستانمون، و جلسه‌ای داشتیم هم در آلمان هم در هلند هم در انگلستان با دوستان، بررسی کردیم وضعیت این کار. نه این انگلستانه، اینم بعداً میخوام روش قسمتش رو صحبت بکنم. این انگلستان بود. آلبوم شماره 3 هستش که اگر که حاضر هست. بله. این عکس آقای مارتین شولز هست که در آلمان ایشون رئیس مجمع اتحادیه اروپا هستند و در سال گذشته یک میتینگی داشتن با شاهزاده رضا پهلوی که جناب آقای دکتر فرازنده اینو فراهم کرده بودن و الان دارن به سمت اجرایی بالاتر میرن با توجه به برداشتی که ایشون از مسائل حقوق بشر و آزادی ها دارند و اون درایتی که داشتن. سوال الان اینجا هست که چرا این کارها ادامه پیدا، همون عکس برگردونید دو مرتبه، چرا کارها رو شورای ملی ادامه نداد، متوقف کرد؟ علتش این بود که شورای ملی به ثبت نرسیده بود و بنابراین مذاکره بعدی لغو شد و خیلی تأسف خوردیم که شاهزاده دو مرتبه نتونستن با اینشون ارتباط برقرار کنن و شورای ملی هم که اون آقایون خطاکار هستن نخواستن این مسئله رو پیگیری کنند. برصورت باعث تأسفه. من تو خیابونه اونجا که رفتم عکسای ایشون رو دیدم، چون آگاه بود بلافاصله گرفتم که این رو من پخش کنم و سوالم از شاهزاده عزیزمون اینه که آیا الان این کار پیگیری شده یا نشده و اگر نشده باید این کار انجام بشه. ولی خب من فکر میکنم دیگه با این شورای ملی نمیشه. به نام شاهزاده رضا پهلوی مسلماً درها به روی ایشون همیشه باز بوده و باز خواهد بود. خیلی ممنون. عکسای بعدی رو بذارید از آلمان که دوستانمون در یه رستورانی ما اونجا رفتیم که پرژن رستوران بودش و به نام زرتشت و تمام داخل این افتخارآمیز بود، تمام چیزهای تخت جمشید و از زرتشت بسیار بود. ما خیلی خوشحال شدیم. دوستانم اونجا ما میتینگ داشتیم بعد از شام البته
و صحبت‌های خودمون کردیم. عکس‌ها می‌بینید تمامش مربوط به پادشاهان و شاهان ایران هست و الان عکس دوستانمون هم می‌ذارن که بله جلسه‌ای که ما اونجا گرفتیم، همه دوستانمون در شورای ملی در آلمان، اعضای شورای ملی در آلمان هستند که پرچم پر افتخار شیر خورشید هم در کنارمون هستش. سپاسگزار اتاق فرمان که اینها بله این سرکار خانم بله اینجا بنده هستم و دیگه نخواستیم با لباس رسمی اونجا باشیم. بله این عکسی بوده که پارسال در استراسبورگ شاهزاده با آقای مارتین شولز داشتن و جناب دکتر فرازنده هم در کنارشون هستن، آقای پیرزاده و خانم گلستان که الان دیگه یک کتاز شدن در شورای ملی و اصلا کسی رو دیگه قبول ندارن و متاسفیم که این کار ادامه پیدا نکرد و متوقف شد. عکس بعدی هم اگر بزنید خود آقای مارتین شولز هستن که مارتین شولز که دارن خوش آمد میگن و برصد با دوستان دارن صحبت میکنن. اینم خانم ارتونم لیلا خانومه یا برصد نمیدونم اسمشون واقعا نازیلاس یا لیلا اونم دیگه نمیدونم. خیلی تأسف آوره که این کارها همه متوقف شد به علت اینکه شورای ملی درست قدم بر نداشتش. سپاسگزار اتاق فرمان که این عکس‌ها رو پخش کردن. من متنی رو تهیه کردم که در مورد مسائل مربوط به شورای ملی امروز صحبت بکنم بیشتر. حالا بریم سر انگلستان هم، مطلب انگلستان هم دولتش رو بگذارید که آلبوم شماره عرض کنم که 4 هست. بعد ما داشتیم در خیابون که میرفتیم یک دفعه دیدیم که یک جا جمعیت جمع شد و دیدیم که نخست وزیر انگلستان آقای دیوید کامرون بین مردم آمدن، با همه دست میدادن عکس‌ها رو عوض بکنید. بعد و بهترین واقعا من نمیدونم این آقایونی که در ایران هستن که اسمش خودشون میذارن مردمی، نه پاسدار اونجا بود، نه اسلحه به دست بود، نه گاردی بود و این حمایت مردم بود که ایشون رو همه دور هم جمع شدن، با هم دست دادن. بندم رفتم جلو به عنوان یک برصد ایرانی با ایشون دست دادیم و ایشون بدونی که پرسه کی هستی کی نیستی و چی هستی و این کار رو انجام داد. یه مطلب دیگه هم این چیز انگلستان داره که من خدمتتون بگم. بهترین نوع من از نظر من بهترین نوع حکومتی که میشه داشت در حکومتی که در انگلستان هست. به چه معنی؟ وزرا اینها همه نمایندگان مجلس هستند، یعنی تایید شده های مردم هستند که در کادر سیاسی وارد شدن و بنابراین یک نماینده مجلس، یک وزیر هم نماینده دولته هم نماینده مجلس. البته در آن واحد نمیتونه ایشون هم در مجلس باشه هم در دولت، فقط نمایندگی رو داره و اگه استفادات میره 2 مرتبه نماینده مجلس میشه. این مطلبی که این الان روی صفحه هستش، من منزل بچه‌هام که بودم یکی از مدارس یک اطلاعیه رو داده. برای چی میخوام این رو من بگم؟ برای اینکه ببینید که بچه‌ها رو میخوام ببرن به گردش، میخوام ببرن به مسافرت و 14 پوند و 75 پنس این خرج داره. خب قشنگ نوشتن به خانواده اگر شما امکان پرداختتون ندارید با ما تماس بگیرید، این موضوع محرمانه توسط دولت پرداخت خواهد شد. 14 پوند و 75 میشه تقریبا چیز معادل 22 دلار و این جلادان جمهوری اسلامی 15 دلار در سال میخوان از پول نفت به مردم بدن. ببینید چه قشقرقی به عنوان یارانه رو انداختن، ثبت نام بکنید و همدیگر مردم بزنن و بکشن و فلان. این یک دولت ملی و اون یک دولت خدایی و الله و نمیدونم امام زمانی هستش. فرق دولت ها رو با هم ببینید. وقتی ما میگیم حکومت ملی باید باشه، واقعا حکومت ملی چه فرقی داره با حکومت های دیگر. سپاسگزار اتاق فرمان. من چون وقت من به سرعت داره تمام میشه، خیلی بنده برای شما فیلم هایی رو گذاشته بودم که بتونم براتون بگذارم. حالا اگر بتونیم، ما میترسم نرسم به اصل مطلبیم که در مورد شورای ملی ایران هستش که لازم هست، چون اینها یک مجمع عمومی رو در کانادا گذاشتن و حالا چرا در کانادا گذاشتن؟ کانادایی که اونجا ثبت نشده، کانادایی که اصلا در جریان کار نیستش، هر تشکیلاتی میتونه اونجا انجام بشه و اونا کاری به این کارا ندارن و رفته در کانادا میخواد بشه. دعوتنامه هایی رو فرستادن برای دوستان که دستچین شده است. تمام کسانی که انتقاد کردن حق شرکت در عرض کنم که این مجمع رو ندارن. این اولیش. و در خود این
در اساسنامه‌ای که ذکر شده، در اون اساسنامه یکی از مواردش تعهد کتبی است که بر رعایت اساسنامه باید انجام بشه. اساسنامه رو که آقایون تغییر دادن، ماده 40 و غیره، هر کی داشتن واسه برداشتن گذاشتن کنار، مثلا هیچ، اینم گذاشتن جایی نداره. برای کسانی که دعوتنامه رو با ایمیل فرستادن اصلا ذکر نکردن که آقا در این روز چه کاری باید انجام بشه، انتخابات باید بشه، تخلفات باید رسیدگی بشه، اعضای جدید باید بیان، گزارش مالی باید داده بشه. اصلا دفتر جلسه وجود نداره. تنها چیزی که داره اینه که هر کی میخواد در کمیسیون شرکت کنه اسمشو بده. آقا مجمع سالیانه دستور جلسه میخواد، باید چی کارا توش انجام بشه، به چه ترتیب باید باشه. این کارهایی که انجام میشه تمام غیر قانونی دارین شما میرید جلو و کاری رو دارید انجام میدید که نباید انجام میشدش. و جالبه که شرطی گذاشتن فتوکپی کارت شناسایی ملی. این کارت ملی مال ایرانه. کارت شناسایی ملی رو میخواین چیکار کنین؟ شما که پارسال عرض کنم که گذرنامه مردم رو گرفتین، بررسی کردین و انجام دادید، دیگه کارت شناسایی ملی ما نداریم مثلا. بعد میگن آقایونی که فقط حق عضویتشون به روز باشه، نرخ هم تعیین کردن 60 یورو، 80 یورو، 20 یورو هر چی هست. نه حساب بانکی اعلام کردن، نه شماره‌ای رو گفتن. و دوستمون که در استرالیا اصلا صحبت می‌کردیم، جناب دکتر لاهوتی، گفتن من بارها ازشون سوال کردم آقا کدوم بانک باید بدیم؟ هیچ جواب نمیاد. آخه نه هر جواب دادن نیستن. اینا فقط میخوان یه تشکیلاتی رو اداره بکنن که هر کاری دلشون میخواد توش انجام بدن. گزارش مالی اصلا داده نشده. ما اینقدر انتقاد کردیم، ایراد گرفتیم. آقا گزارش مالیتون کجا رسیده؟ حساب بانکی پاریس اصلا مشخص نیست، در این وضعیتش ما معلوم نیست اصلا و پول به کجا رفته، به کجا رسیده. و یه تأسف بزرگ هم بنده دارم این وسط که شاهزاده فرمودن که این دو نفر، یعنی خانم گلستان و آقای پیرزاده، چون مثل 30 نفر کار میکنن من این دار نمیتونم کنار بذارم. خیلی خب، ما حرف شاهزادهمون برای ما مقدم هست. اما شاهزاده عزیز من، اگر من جای 30 نفر کار کنم پس یا سیستم خرابه یا کار درست نیستش. من باید جای 1 نفر کار کنم. من باید کار خودم انجام بدم. من نباید 16-18 ساعت کار بکنم که این شورا رو بخوام اداره کنم. وانگهی دفتر شاهزاده رضا پهلوی عزیز ما اینقدر مسئولیت داره که این آقایون و خانم این باید اونجا رو درست اداره کنند، ملاقات‌های ایشون رو تنظیم کنن، کارهای ایشون رو منظم کنن. چه کار دارن که جای 30 نفر کار کنن تو شورای ملی؟ خب از 35 نفر اعضای شورای ملی 22 نفر تا حالا کنار رفتند. این درسته؟ برای چی رفتن کنار؟ من قسمتی از استعفای دست جمعی رو دو مرتبه میخونم. مدیریت نامطلوب، قانون شکنی ها، عدم شفافیت، خودمحوری ها، عدم رعایت حقوق انسانی اعضای شورای عالی و دفتر سیاسی، عدم درک درست از مفاهیم دموکراسی و پلورالیسم، تخطی آشکار از اصل آزادی بیان، تشکیل جلسات غیرقانونی، دو قطبی کردن فضای شورای عالی و دفتر سیاسی، تصویب آیین‌نامه‌ها و بیانیه‌های فوری و غیرقانونی، رأی سازی، عدم صداقت و ترویج دروغ، عدم ارسال گزارش به اعضا و عدم قبول مسئولیت در قبال رفتار کردار خیش. واقعا با خودمحوری حلقه کوچکی روبرو گشتیم که تا این لحظه تلاش داشتند با ایجاد جو خفقان و در نظر گرفتن اصول دموکراتیک صدای هر گونه انتقاد شدنده را در گلو خفه نمایند و با توسل به سوء استفاده از جایگاه به دست آورده اقدام به حذف منتقدین و جایگزین‌های غیر قانونی بکنند. این از اون از استعفای یا کناره‌گیری حدود 14-15 نفر از ما انجام شد که ما اعتراض کردیم که آقا طبق ماده 40 اساسنامه مجمع عمومی فوق‌العاده بگذارید همه انتخاب بشن. قانون اساسنامه تونه و الان هم جزء این برنامه ها نوشتن پایبندی به اصول این اساسنامه. خب خود شما که پایبندی رو به هم زدین و اساسنامه رو بریدین و گذاشتین کنار. امروز که من داشتم می آمدم برای من ایمیلی از طرف دوستانش، خیلی خوشحالم که همه دوستان اینقدر به فکر هستن. حالا ممکنه اون نامه آقای نادریفر رو الان بگذارید که بنده در موردش هم توضیح بدم. عکس ایشون هم در بالای اون هست که آقایون بدونن که ما کارمون
شفاف، دروغ هم نمیگیم و صحبت. آقای نادری‌فر نفر اول انتخابات شورای عالی بودن در سال گذشته، یعنی بالاترین رأی رو ایشون آوردن. من نفر 16 هم بودم، ایشون نفر اول بودن و بسیار بسیار فعال در شورای عالی. البته 2-3 ماه اول بهته که جابجایی داشتن نتونستن بیان، ولی بقیه‌اش آمدن. ایشون امروز متنی رو فرستادن که 15 می البته صادر شده. در این که نامه ذکر شده که پیام‌های زیادی حاوی این سوال که آیا در نشست شورای ملی در تورنتو شرکت خواهم کرد یا نه از دوستان دور و نزدیک دریافت نمودم. بهتر دیدم تا در اینجا پاسخ این سوال روزانه را بنویسم تا دوستان و همیهنان پیگیر مسائل شورا در جریان امر قرار گیرند. همیهنان و دوستان گرانقدرم، به علت برخی دلایل که برایم کاملا اثبات شده و موجه می باشد و عدم پاسخ به برخی ابهامات، اینا اصلا به کسی پاسخ نمیدن، هیچی، و نیز رفتار غیر اخلاقی. ببینید رفتار غیر اخلاقی با رفتار غیر اداری با هم فرق میکنه. غیر اخلاقی در یه مسئله دیگه هم این وسط هست که وقتی آدم با نام جعلی بیاد تو، با گمنام باشه، وقتی ازشون سوال میکنه آقا اسمتو بگین، ما میشیم خرابکار. آقایونی که با نام جعلی وارد میشن، دستگاهی که داره رسیدگی کرده به هویت اینها دروغ میگه به مردم و تایید نمیکنه، به ما نمیگه که آقا اینا دروغ اسما، ما خودمون باید کشف کنیم، اونا میشن آدمای درستکار. کسی که به پادشاه فقید ایران بگه دزد و دیگه از این حرفای بسیار زشت دادن که یکیش دزد ابله خائن و هنوز هم به قوت خودش باقیه، ایشون باید در شورای عالی بمونه و در کنار بقیه باشه. اما میلیونی که 22 نفر رفتن کنار، اینا همشون بدن، اینا همه فلان هستن. به هر صورت رفتار غیر اخلاقی برخی از اعضای شورا از ادامه مشارکت در این پروسه با توجه به ادامه حضور این افراد سرنظر کردم و در نشست کانادا نه به صورت حضوری و نه به صورت مجازی شرکت نخواهم کرد. و روز نشست در کانادا در حقیقت روز پایان مسئولیت من به عنوان منتخب اول شورای عالی در یک سال گذشته می باشد که مجمع مؤسسین با رأی خود در نشست پاریس بر عهده من گذارده بود. جا دارد از این فرصت استفاده کرده دست تک تک آنان را به خاطر حسن نظر و اعتمادی که من داشتن بفشارم. اما ولیکن اعلام میکنم تا زمانی که شاهزاده رضا پهلوی در این تشکیلات حضور دارند، از اصل حرکت و منشور آن دفاع و پشتیبانی میکنم، نه همه افراد حاضر در آن، و بر عهدی که با ایشان بستم وفادارم و همواره در کنار ایشان در راه مبارزه با رژیم فاسد جمهوری اسلامی خواهم بود. ای کاش همه فقط به ایران میاندیشیدند. اهورای ایران زمین نگهدار ایرانمان از شر اهریمنان کوچک و بزرگ باشد. همایون نادری‌فر. بسیار سپاسگزارم. برشاد این رو برای من دوستان فرستادن. بدونید که اینقدر تخلفات و مشکلات و مسائل در این شورای ملی که متاسفانه نباید نام ملی میگذاشتن. وقتی شما از اول قرار بود که خودتون بگردونید و انتخابات بکنید، چرا شاهزاده رو کشیدید وسط؟ چرا اسم شاهزاده رو آوردید بیرون؟ خودتون هم یه تشکیلات درست میکردین، هر اسمی هم میخواستین روش میگذاشتین، به ما مش مربوطی نبود. اما وقتی کار نام ملی هست، من ملی، من ایرانی که میهم پرستم، نه مثل من خیلی ها هستن، ماها نمیتونیم، تاب نداریم تحمل کنیم. من از همین جا از آقای پیرزاده و سرکار خانم گلستان تقاضا میکنم، دستتون رو میبوسم، آقا کار شورای ملی رو ول کنی. دفتر شاهزاده بسیار بسیار مسئولیت داره، همون کار ادامه بدین، بگذارید اگر میخواد این شورا درست بشه درست انجام بشه. اگر ماها ایرانی میشناسین، برای همه باید میفرستین دعوتنامه رو. وقتی برش دارین میدین، کار رو دارین خراب میکنید. وقتی میخواید 2 نفری کار 30 نفر انجام بدین، خب معلومه اشتباه میکنید، معلومه خرابکاری میکنید. تجربه ندارید برای اینکه. ما نمیگیم شما خائنید، من هرگز این حرفو نمیزنم، اما از شما عاجزانه درخواست میکنم کار دفتر شاهزاده رو ادامه بدین، چون شاهزاده شما رو دوست دارن. خب دوست داشتن و کار برای شاهزاده کردن
بسیار عالیه، ولی ما باید کار برای ایران بکنیم. ما برای ایرانمون باید فکر بکنیم. ما هم شاهزاده رو دوست داریم، ما هم در کنار شاهزاده هستیم. الان ایشون هم در این متنی که نوشتن در کنار شاهزاده هستن. دلیلی بر نیست که ما با شاهزاده مخالفیم، اصلا و ابدا. شماها دارید کارو خراب میکنید. آقا این قطار رو شاهزاده داره هدایت میکنه، ولی الان خالی شده دیگه، کسی توش نیست دیگه. دونه دونه همه رفتن بیرون. ببینم شما از افراد جدید کی آوردید تو؟ قرار بود 15 نفر از شورا به شورای عالی اضافه بشن، کوشن. قرار بود 6 نفر به دفتر سیاسی اضافه بشن، اونا کوشن. دفتر سیاسی شده 3 نفره. یک کمیسیون داوری بود 6 نفر، با 3 نفر اینو ادارهش کردین. 3 نفری که 2 نفرش هم تقلبیه، نمیتونه شرکت بکنه از دفتر سیاسی و شورای عالی، حق ندارن. یعنی شما همه مجموعه رو به هم زدین و هنوزم ولکن نیستید. خب حالا ببینیم که شما در 2 هفته آینده میخوان چی کار بکنید در کانادا. دست و جلسه هم که ندارید هیچی. من یادمه در پاریس که بودم به خود آقای پیرزاده گفتم که انتخابات رو بذارید روز اول که زودتر انجام بشه، اعضا مشخص بشن، ما وقت داشته باشیم با هم آشنا بشیم. نه برنامه‌ریزی شده باید روز دوم باشه. گفتم پس روز دوم که میشه این کار رو لطفاً بکنید، ما دوشنبه هم هستیم، همدیگر رو ببینیم. نه این تو برنامه نیست. آقا لازمه ما همدیگر رو ببینیم، حضوری هم با هم آشنا بشیم. وقتی که همدیگر رو ببینید، من این سفری که رفتم آلمان خیلی بیشتر به دوستام نزدیک شدم، یا در هلند یا در انگلستان. آقا حضوری خیلی تأثیر داره تا اینکه نذاشتن اصلا. همونجا گفتیم کمیسیون‌ها رو تشکیل بدین، اعضا بیان، نذاشتن. کارگروه ها رو گفتیم تشکیل بدیم، در هر شهری شورای ملی رو به وجود بیاریم، نگذاشتن. همه رو به هم زدن که چی اصلا برای چی پس دخالت کردین، ماها رو آوردین وسط، بعدم ناامید. و من که ناامید نمیشم، من مبارزه میکنم، اما شما چرا این کارو کردین؟ هنوزم وقت هست. با نام شاهزاده تمنا میکنم دیگه اینقدر بازی نکنید. شاهزاده اعتبار خاصی دارن در نزد مردم ایران، نگذارید این اعتبار رو کم بکنه. جمهوری اسلامی هم منتظر همینه. نه این بگین آقا این صحبت رو نکن جمهوری اسلامی خوشحال میشه. شما خلاف نکنید که ما نگیم. ما وظیفه داریم در برابر آنچه را که به ما اطلاعات میرسه این کار رو انجام بدیم. برصد من فکر کنم وقتم داره تمام میشه. برای اینکه این بحث رو ما ببندیم و یک کمی هم شما ذائقه‌تون خوب بشه، از اتاق فرمان خواهش میکنم اون ویدیوی مربوط به مدرسه ها رو بگذارن. فکر میکنم ویدیوی شماره 4 باشه، مداحی، و ببینید جوانان ما چگونه مبارزه میکنن و این مداحی و سینه‌زنی رو چگونه اینا به تمسخر گرفتن. من در هفته آینده بقیه این چیزها رو براتون میگذارم که توجه بکنید. با هم دیگه این ویدیو کوچیک رو میبینید، کمی ذائقه‌تون خوب بشه. ملت ما داره مبارزه. من برادر خوبی دنیا بر من این غم گذارم، منو ببر با از خود مرز بینایم به قصد نای تو کردم آدم. فقط اونه که شادم دیونه عدادم، ببین که کاتم من باید پادم. دلمو نلرزون قربونی نگاهتم، میخوای بگو بمیرم چطور فداتم. حسین و زهرا جانم ابوالقاسم، حسین و زهرا جانم ابوالقاسم، یا سیدی مولا جانم ابوالقاسم، حسین و زهرا جانم ابوالقاسم. بی تو غم گسارم، بی تو غم گسارم، ای جنب شاه سارم، تو عزیز پیدر داری ندارم. عزیز و یاورم باش، عزیز و یاورم باش، خوش و پناه من باش، ای میر لشکر من سردار لشکرم باش. هر روز میگردم برات از باغ گل میچینم، میام سر راد عزیزم به انتظار میشینم. هر روز میگردم برات از باغ گل میچینم، میام سر راد عزیزم به انتظار میشینم. با سپاس آقای فرمان. این جوانان ما هستن. از الان باید مسائل ملی، مسائل میهنی، موسیقی، آنچه را که
دولت میخواد نکنه، نذاره بکنه، شما باید انجام بدین. سپاسگزار از اون دوست عزیزمون که در برنامه قبلی فیلمی رو پخش کردن که دیدید که جوانان ما داشتن موسیقی میذاشتن، موسیقی ایران، و این نابخردان به هم زدن ولی خب به جایی نرسید. برصد من باهاتون خداحافظی میکنم. این هم یک فیلم دیگرم برای شما بگذارم که اولین اعتراض زنان ایران در سال 57 که از جای پخش نشده بوده، که این دختران اون موقع هم حرکت کردن، الان هم حرکت کردن و دارن به جایی میرسونن. امیدواریم که دست به دست هم بدیم، به فکر ایران و آزادی ایران باشیم. سپاسگزارم. تا برنامه آینده، روز و روزگار به شما خوش. پاینده ایران، زنده باد آزادی. Le 8 mars, à Téhéran, 50 000 femmes iraniennes dans les rues, et partout dans le monde, des milliers de femmes qui se réjouissaient de la naissance d'un mouvement de libération des femmes dans un pays islamique. Dès le premier jour, et pendant toute cette semaine de révolution des femmes, 4 d'entre nous étaient avec elles dans les rues. Manifestations, sit-ins, discussions, réunions. Et nous étions nombreuses à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et d'autres villes, à mettre toutes nos forces à faire connaître leur mouvement. Nous avons transmis jour après jour leur révolte, leur fête, leur violence, leur victoire. Nous, les femmes du mouvement de libération des femmes, pratiques politiques et psychanalyse, qui affirmons que quand des femmes iraniennes brisent leurs chaînes, ce sont les femmes du monde entier qui avancent avec elles. Le 8 mars n'est ni un jour de l'Est, ni un jour de l'Ouest, c'est un jour mondial. À l'aube de la Révolution, les femmes sont oubliées. Nous sommes des femmes iraniennes, nous ne resterons pas enchaînées. Sans la libération des femmes, la Révolution n'a aucun sens. D'autres slogans, nous ne voulons pas de voile obligatoire. Les femmes luttent et leurs luttes sont victorieuses. La police a tiré des coups de feu en l'air et essayé de les faire reculer. Les femmes ont crié « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Et ce jour-là, dans Téhéran, partout, des femmes discutent passionnément. Une femme qui ne porte pas le voile nous a dit « Manifester dans les rues contre le voile, ça a été l'occasion d'une grande tendresse et d'une grande solidarité entre nous. Le voile, c'est une histoire d'hommes. C'est incroyable. Ce sont toujours les hommes qui défendent le voile. » Nous, les femmes, nous avons eu des martyrs comme les hommes. Nous avons lutté avec le voile et sans voile pour notre liberté et pour celle du peuple. Et si Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma religion. Qu'est-ce que c'est un chador pour une femme? Oui, ce que ça... Oui, comment ça les entrave, enfin, quel genre de vêtements c'est? Il y a des années que je mets le tchador. Le tchador m'empêche de bouger, de travailler, de tenir mon enfant par la main. Mais je ne suis pas venue à la manifestation pour ne plus mettre le tchador. J'ai 6 filles et je suis venue pour que mes filles ne soient pas obligées de mettre le tchador, pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour défendre mes filles contre le tchador.